للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز شریف جمعه را برای جمیع شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند حنان و منان مسئلت آن را دارم که پروردگار مراد و مقصود بنده های مؤمن برآورده گرداند، طاعات عبادات مسلمانان را در این روز شریف و در تمام ایام به درگاهش قبول و مقبول فرماید، با بیمارای مسلمان شفای کامل و عاجل عطا سازد و او برادرایی را که به قرض مبتلا شدیان پروردگار را از ننگ قرض نجات بخشد و او برادرایی را که به گناه و معصیت آغشته شده اند پروردگار از این ورطه و از این باطلاق معصیت خارج سازد و او برادرایی را که به بیماری به هدایتی گرفتار شده اند خداوند مورد هدایت خیش قرار دهد و اسلام عزیز را قوت بخشد و فرزندان ما را در راه صراط المستقیم قایم و استوار نگه دارد. آمین. ما وعده کردیم که انشاءالله هفته آینده دوام صحبت خیش را که در موضوع سیره شریفه رسول الله صلی الله علیه و سلم است ادامه می دهیم. گفتیم حضرت صلی الله علیه و سلم روز جمعه 12 ربیع الاول که به 27 سپتامبر سال 622 میلادی موافق می آید وارد شهر مدینه منوره شد و اشتر در همون موضعی که امروز مسجد نبوی، من در نظر دارم همون قسمت اساسی مسجد نبوی، همون جایی که امروز با نام روضه شریفه ذکر می شود و وارد شدن به او از باب سلام است، بسیار مشکل است و نشستن نماز خواندن در او به سبب آنکه مردم به میل اشتیاق همه میخواهند در همون موضع نماز خوانند بسیار مشکل است. در همون موضع اشتر زانو زده نشست و حضرت صلی الله علیه و سلم گفت ان شاء الله مکان مسجد همین موضع خواهد بود. خب وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم وارد مدینه گشت، اوضاع مدینه البته که از اوضاع مکه خیلی متفاوت بود، هم از نظر باد و هوا، هم از نظر اقتصاد، هم از نظر عوامل اجتماعی. مردمی که در آن میزیستند، دین ادیانی که در آنجا حکم فرما بودند و دین ادیانی که مردم آنها را پیروی میکردند، خیلی با اوضاع مکه متفاوت بود. اولا مکه یک سرزمین گرمسیر است که نمی ندارد. نمی ندارد، بسیار جای گرمسیر است. یعنی که در مکه بیماری هایی که به سبب رطوبت پیدا می شوند از قبیل ورجه و امثال اینا قریب که دیده نمی شد، در صورتی که مدینه اوضاعش دیگرتر بود. یک سرزمین وباخیز بود، یک سرزمینی بود که همه بیماری های سرایت کننده در اوج زیاد بودند. از همین خاطر وقتی که اصحاب بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم که با باد و هوای مکه عادت داشتند آمدند، زود مطابق نشدند به شرایط مدینه، همه اکلیماتیزاسیش بسیار طولانی انجام یافت. از جمله ابوبکر صدیق رضی الله عنه و حضرت بلال به بیماری گرفتار شدند، به بیماری همی ورجه می لرزیدند. مادر ما به عایشه روایت میکند که نزد پدرم صدیق در آمدم در حالی که تب فراش گرفته بود می لرزید و حضرت ابوبکر یک عادت داشت که وقتی که بیمار میشد مایوس میشد، دلش دیگر از دنیا خنک میگشت، سرد میگشت و یک نظم داشت، همیشه میگه همون را زمزمه میکرد. ولی ما میگیم اللهی میگوان، بعضی ها همون اللهیش یک نظم بود. کل امرئ مصبح فی اهله والموت ادنی من شراک نعله.
هر مرد میگه در خانهش در نزد اهل بیتش صبح بخیر میگن. وقتی به هم دیگر مراجعت میکنن اهل بیت صبح بخیر میگویند، یعنی صبح تو بخیر بود، در صورتی که مرگ از بند طفلیش به اون نزدیکتر است. و الموت ادی من شراک نعله. میگن از بلال داخل شدم، بلال هم همون ورجه زیرش کرده است درباره مکه و درباره وادی های مکه و درباره گیاه و ازخیرهای مکه نظم سراییده ایستاده است که ای کاش که خداوند یک بار دیگه ما را میسر میکرد که در سرزمین مکه در وادی های مکه سکونت میکردم و گوسفند چرانی میکردم، از گلهای مکه از اسخیر مکه بوی میبردم و استفاده میکردم و امثال این. واقعا برای مردم مهاجر بسیار مشکل بود. باد هوای مدینه بسیار بیماری آفرین بود، باد هواش مطابق نبود. حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی این حالت دید از سوز دل گفت اللهم العن شیبة ابن ربیعه و عتبة ابن ربیعه و امیة ابن خلف کما اخرجونا من ارضنا الى ارض الوبا. خداوندا گفت لعنت کن شیبه ابن ربیعه را، پروردگار را به لعنت نکبت خیش گرفتار ساز عتبه ابن ربیعه و امیه ابن خلف را که ما را از وطنمون پیش کردند، ما را از وطنمون خارج کردند و امروز در یک سرزمین وباخیز قرار داریم، بسیاری ها به بیماری گرفتار شدند. بعدا حضرت از صدق دل دعا کرد اللهم حبب الینا المدینه که حبنا مکه او اشد. پروردگارا مدینه را برای ما محبوب گردان، محبت مدینه را در قلب مردم مهاجر جای ده، همچنانه که ما مکه را دوست می‌داریم مدینه را منم خیلی یک مکان محبوب برای ما گردان. اللهم بارک فی ثمرها و مدها و صحها. پروردگارا در میوه مدینه، در ساع مد مدینه، یعنی که در همون چیزای وزن کنیش برکت عطا کن و خداوند باد هوای مدینه را صحیح ساز، سالم ساز. وانقل حماها فاجعلها بالجحفه. و همه بیماری و رجه را از اینجا بردار و به جحفه انتقال ده. این جحفه نامی یک موضع است بین مکه و مدینه. به عایشه مادرمان میگه شب خواب دیدم که یک کمپیری به نهایت زیشتی خنک بدبوی سیاه از مدینه خارج شده رفت در همون جحفه منزل گرفت. در خوابم دیدم. بعد میگه درد کردم که همون وبا هست این کمپیری سیاه زیشت، همون بیماری وبا است که به شرافت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینه را ترک کرد، از مدینه خارج شده در همون جحفه رفت مکان گرفت. از او وقت به بعد مدینه منوره یک مکان رحمت راحت بود، خاصتا برای مردم مکه که بسیار گرمی مکه طاقت فرسا است. بعد دیگه جان شده مید. هوای مدینه نسبت هوای مکه مثل ایلاق هست، بسیار سرد است، فورم است، خوب است، خوش است. تصور کنه که در مدینه شرایط امکانات کندن چاه زیاد است. اگر در مکه چاه ها انگشت شمار باشند، در مدینه خیلی زیاد بودند. مدینه باغ‌های نخل دارد، نخلستان‌ها و انگورزارهای زیاد داشت، در صورتی که در مکه ای را تصور کرده نمیشد. حضرت صلی الله علیه و سلم دعای زیاد کرده است در حق مدینه. حضرت میگفت اللهم ان ابراهیم عبدک و خلیلک و نبیک و اینی عبدک و نبیک. پروردگارا حضرت ابراهیم خلیل من میدانم که بنده ای تو است، خلیلی تو است، پیغمبری تو است. من عاجزم، بنده ای تو و پیغمبری تو هستم. و انه دعاک لمکه و اینی ادعوک للمدینه بمثل ما دعا لمکه او اکثر. پروردگارا ابراهیم خلیل در حق مکه دعا کرد، تو برکت در مکه عطا کردی،
در یک سرزمینی که آب نداشت آب پیدا کردی، برکت خودت نازل کردی، رزق روزی مردم تا به امروز به یگان کم کاسته رسیده ایستاده است. من بنده ایت پیغمبریت در حق مدینه منوره دعا میکنم که خداوند همون برکتی را که در مکه دادی در مدینه منوره را بده و از او بیشتر و زایی‌تر عطا کن. ببینید سبحان الله، این برکاتی که امروز در مدینه منوره است، باز تاکید میکنم که مدینه جنت روی زمین است، جنت روی زمین. اگر چی نزد علما از همه مرتبه بالاتر در میان بقاع مکه دارد، در این شک نیست، مقدسترین مکان مکه است، اما تمام حاجی را اگر پرسه به یک آواز میگویند که باد و هوای مدینه برای ما بسیار مقبولتر بود، بیشتر راحت کردیم. همین به شرافت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس حضرت صلی الله علیه و سلم در مدینه اوضاعهای مختلفی را مشاهده کرد، دید و این اوضاع مختلف واقعا از مکه فرق میکرد. خب مشکلی دیم در مسئله مردم بود، در مسئله دین بود، پیروی مردم به دین و دیانت. در مکه مکرمه مردم یک شکل یک رنگ بودن، اکثریت کل همه بت پرست بودن، مردم عرب بودن، البته غیر قریش مردم دیگر قبیله ها زندگی میکردن اما شماره آنها کمتر بود. اما در مدینه منوره مردم مختلف بودند. در پهلوی عرب ها یهودی ها زندگی میکردن که اهل کتاب بودند، دین های گوناگون و متفرقه بود. علما مردم مدینه را از روی دیانت به 3 حصه تقسیم نموده اند. اول مسلمانان، دوم مشرکان که در مدینه میزیستند، سوم بنی اسرائیل یهودی ها. خب اکو انشاءالله درباره همین 3 قبیله که در مدینه میزیستند، 3 قسمت مردم با شما مفصلا صحبت بکنیم. قسمت اول گفتیم مسلمانان بودن. در مدینه منوره 2 قبیله میزیست، 2 قبیله بزرگ عرب با نام اوس و خزرج که از عرب‌های عاربه بودند و اینا اصلا مردم اوس در قسمت جنوبی مدینه میزیستند، در همون موضعی که با نام عوالی معروف است. سال 2009 ما در همون منطقه عوالی بودیم در مدینه منوره. اما مردم خزرج در قسمت مرکزی و شمالی مدینه سکونت داشتند، در همون موضعی که امروز مسجد نبوی است، اطراف او، قسمت شمالی مدینه منوره. خزرج از 4 عشیره عبارت بود، یک قبیله است اما 4 عشیره معروف و مشهور دارد که در تاریخ آمده است که با نام های بنی مالک، بنی عدی، بنی مازین و بنی دینار معروف هستند. همه 4 عشیره را همش در مجموع بنی نجار میگفتند، اما در هنگام تقسیمات با جداگانه به همه 4 عشیره تقسیم میکردند. و اوسی ها نیز از 4 قبیله عبارت بودند، از 4 گروه عبارت بودند. گروه های بنی عبدالاشهل که الک شما درباره اونا تصور دارید به شرافت سعد ابن معاذ، بنی زفر، بنی حارثه و بنی معاویه. مردم خزرج از اوس شمارشو بیشتر بود، اما از بس که اینا با نام انصار یاد میشوند، مسلمانان را در نظر داریم. مولی گپ درباره مسلمانان رفته ایستاده است. عدد اینا را علما تخمین میزنند که تخمین زیاده از 4000 مرد شمشیرزن داشتند، هر 2 قبیله یک جویه. در سال فتح مکه
مردم انصار که در پهلوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قامت علم کرده بودند و گواردیای شخصی رسول الله صلی الله علیه و سلم را تشکیل میکردند، عبارت از 4000 نفر بودند، 4000 مرد شمشیرزن. و این قبیله ها اگرچنده که از روی برآمد از یک پدر از یک مادر خارج شدیان، اما بعدا بینشون بعضی اختلافات حاصل شد و برای این اختلافات، در دامن زدن این اختلافات نقشی بسیار مهم یهود بازی میکرد، یهود شیطان. اوس خزرج برای کارهای اندک بینشون بعضی جنگ های شده است که در تاریخ یاد می شود با نام جنگ های اوس خزرج. یک چند جنگی به خوب بنیان برانداز بین اوس خزرج واقع شده است که اولین جنگشون جنگ سمیر بود، با غلبه خزرج خاتمه یافته بود و آخران جنگ شد جنگی بعاث بود که با غلبه اوس انجام مید. من درباره حرب بعاث یک کمی براتون معلومات داده بودم. وقتی درباره پدر اسید ابن حضیر صحبت میکردیم که حضیر وقتی دید که قبیله اوس میگریزد، نیزه را در ران پای خودش خلانده بود و خودش از اسب افتانده بود. همون آخران جنگ بود که 5 سال قبل از هجرت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم به وقوع پیوسته بود. و همین جنگ ها باعث خانه ویرانی های زیاد میشد، باعث به هلاکت کشیده شدن مردهای صالح میگشت و در همه این دست حرام یهود جای داشت. همین دو قبیله را همیشه به همدیگر جنگ نزاع میداختند. خب قسمت دوم مسلمانای مدینه را مسلمانان مهاجر تشکیل میکردند که با دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه هجرت کردند و همچنین مسلمانان دیگری که از یمن و اطراف و اکناف نیم جزیره عرب به مدینه منوره آمده بودند. این قسمت البته که مال و ثروت دنیا نداشتند، فقیر بودند، کم بغل بودند، اما یک دین مول و مال از محبت خدا داشتند، نور اسلام داشتند. و اینا وقتی که وارد مدینه شدند، اگر چنده که مال و ثروت نداشتند، فقیر بودند، حتی بعضی ها اهل صفه بودند، اما از بس که در یک شرایط اسلامی میزیستند بسیار خوش و روح بلند بودند. در وطن خود مثلا قریشی ها مال داشتند، ثروت داشتند، آما آزادی نداشتند، حقوق نداشتند، حقوق هاشون پایمال میشد، نمیگذاشتند که طبق عقیده خود عبادت خود انجام بدهند، نمیگذاشتند شو که خدای تعالی را به یگانگی شناخته و عبادت خدا را انجام دهند. اما در مدینه احوال دیگر بود. در مدینه دولت اول اسلامی طرحریزی و پایه‌گذاری میشد. در اینجا گپ در دست اینها بود. قوت اساسی را مسلمانان تشکیل میکردند. اما از بس که همه فرقیت بین انصار و مهاجران خیلی کلان بود از نظر مالی، از همین خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خاطر آنکه بینشان یک محبت حاصل شود، میان انصار و میان مهاجرین شرطنامه و عهد برادری و اخوت بست. در خانه انس ابن مالک شان، او وقت انس ابن مالک و تفلک بود، ابو طلحه امکش مادرش بزنی گرفته بود، بگیم در خانه ابو طلحه، در منزل ابو طلحه، رسول الله صلی الله علیه و سلم بین 90 نفر انصار و مهاجر عهد برادری بست که من بعد شما مثل یه نمو برادر خونی هسته، خونی برادر خونی توست، ننگی برادر ننگی توست. و وقتی این اخوت پیمان بسته شد، از بس که ها قلبها مالامال از محبت خدا است، مسلمان حقیقی هستند، رای بر ریا را نمیدانند، مردم انصار مهاجرای برادرشونه برای تقسیم مال و اموال خود دعوت کردند که بیا همراه ما زندگی کن یا بیا مال تقسیم میکنیم و یک حصهش به شما میدهیم. از جمله حضرت عبدالرحمن ابن عوف با سعد ابن ربیع که یکی از ثروتمندترین مردم انصار بود
یکی از همون نقبا است در هنگام پیمان عقبه. با سعد ابن ربیع هر دو پیمان اخوت و برادری بینشان بسته شد. سعد گفت یا عبدالرحمن، من ثروتمندترین انصار هستم، مال و گفت 10 حصه تقسیم میکنم، 1 حصهش از من، 1 حصهش از تو، خانه و در همه را تقسیم برابر میکنم، نیمش از تو و نیمش از من. 2 زن دارم گفت، 2 زن دارم، هر دوش طلاق میتم، تو 1 تاش اختیار کن، ایدش که گذشت نکاح کو بگی، من دیگری من بگیرم. بر سبحان الله، شما تصور میکنی؟ حضرت عبدالرحمن ابن عوف گفت برادر جان، مالت زنهات به خودت نصیب کنم، تو به من همین راهی بازار نشان ته، من انشاءالله زندگی من میام، حیله کار من خودم سر حساب میرم. عبدالرحمن ابن عوف یکی از تاجرای بزرگترین قریش حساب میخورد. مردم قریش در تجارت یدی طولا داشتن، بسیار تاجرای ماهر بدن. اگه تصور کنه که عبدالرحمن ابن عوف با یکی از سرکرده ها شد، راهی بازاری بنی قینقاع براش نشان دادن. در یک مدت اندک یک کم روغن پیدا کرد، روغن کشک سودا کرد، پولش زیادتر شد. از بین چند نگذشته بود که علاقه حضرت عبدالرحمن ابن عوف در روش زعفران مولید. این زعفران نشانه رفاهیت سری و پری است. نزد حضرت صلی الله علیه و سلم اومد، پرسیدش که یا عبدالرحمن چه حال داری؟ گفت یا رسول الله ازدواج کردم. گفت مهریه‌اش چقدر دادی؟ گفت 1 هسته طلا، 1 اوقیه. 1 هسته همین دانه خرما را میگن، هسته بینش از کو خود خرما نمی، دانه چه بینش که شاید 5 گرم بیشتر باشد، همه مقدار. گفت مهریه زن دادم، ازدواج کردم، زن گرفتم. اما همه مثل عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه کارچلان نبودن، هنرمند نبودن، تجارت سر حساب نمی رفتن. بعضی ها حتی از دیگر جاها اومده بودن، از جمله از یمن و از دیگر مکان ها. انصاری ها گفتن یا رسول الله، ما نخلستان داریم، زمین خرمای زیاد داریم، همینا را بگی بین ما و بین انصاری ها تقسیم، بین مهاجرات تقسیم کن. اما حضرت گفت نه، این مال شما است، من تقسیم نمیکنم. پس اینا آمدن نزد مهاجرات، گفتم بیایید در کار ما را کمک کنه، برای نگاهبین درختان، با آب تأمین ساختن درختان، نرم کردن بیخ درختان شما ما را کمک کنید. همه حاصل نخلستان 2 حصه برابر تقسیم، نیم از ما و نیم از شما. اونا را به دل جان پذیرفتن و بین مسلمانان در مدینه منوره 1 الفت، 1 دوستی، 1 مودت و محبت بزرگی برقرار شد. حضرت مولوی روم قصه میکند، 4 کس را داد مرد 1 درم، اون یکی گفت این به انگور دهم. 4 نفر ششته بدین، فقیر، کمبغل، مسافر. 1 شخص میگذشت دید حال هزار شونه که گشنه و تشنه ششتین، جگرش سوخت، 1 درهم داد. اون یکی گفت این به انگور دهم. اون یکی دیگر عرب بود، گفت لا، من عنب خواهم نه انگور ایدغا. این بیچاره فارس گفت که بریم انگور میخریم، 4 کسه میخریم. 1 نفرش عرب است، گفت نه تو نامعقول کردی، من انگور نمیخواهم، من عنب میخواهم. همون عنب ترجمه عربی انگور است. اون یکی ترک بدو گفت ای بنام، من نمیخواهم عنب، خواهم ازوم. 1 نفر دیگرش ترک زبان است، او از گریبان عرب گرفت که گفت عنب تا در سرمو میزنیم، باقی چون کنیم عنبی ترا ازوم میخریم. اون یکی رومی بگفت این قیل را ترک کن، خواهم استافیل را. 1 نفر دیگرش رومی بود است، یونانی، گفت نه استافیل میخریم بچه ها، در همه هوای گرم این استافیل هم طعام است، هم نوشابه. استافیلش هم سبیل هم انگور است. آخه مشت بر هم میزدند از ابلهی، پر بدند از جهل و از دانش تهی. از روی بیعقلی خیستن گریبان همدیگر را گرفتن، مشت در روی همدیگر میکفتند.
بعد حضرت نصیحت میکند صاحبی سیر عزیزی 100 زبان، گر بدی آنجا بدادی صلحشا. اگر یک مردی زباندان، یک مردی عاقل و دانشمند، یک مردی خدا در بینش میشد، البته که بین اینا صلح و مودت برقرار میکرد. دو قبیله کوس خزرج نام داشت، یک ز دیگر جان خوناشام داشت. کینهای کهنشان از مصطفی، محو شد در راه اسلام و صفا. حضرت میگوید دو قبیله که یکیش قبیله اوس است، دیگر قبیله خزرج، به همدیگر دشمنی و عداوت داشتند، اما به شرافت نور نبوت محمدی صلی الله علیه و سلم تمام این کینه و کدرت ها از بین رفت. اولا اخوان شدند آن مسلمان، همچو اعداد عنب در بوستان. وزدمی المؤمنون اخوت بپند، در شکستند تنی واحد شدند. اولا این مسلمان ها به هم یار و برادر شدند، بعد یک تن یک جان شدند. مثل که انگورم به فشاری و ساکش همش یک میشوه، پالودش همون خیل مسلمان ها به هم دیگر همون خیل دوست اتفاق شدند. این احوال مسلمانان بود. قسمت دیگه مردم مدینه را مشرکا تشکیل میکردن که از همین بدی همین دو قبیله بدن، مردم اوس خزرج. ما برای شما قصه اسیری ما کردیم که از بنی عبدالاشهل یک شخص تا جنگ احد ایمان نه آورد، همین اسیری بعدا ایمان آورد، در جنگ احد شهید شد. و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که بالای نعشش آمد حیران شد، گفت ربح اسیریم. اسیریم گفت جوانمرد برد کرد، عمل قلیلا و اجر کثیرا. اگر چند عمل اندک کرده است، در حیاتش یک بار سجده الهی نکرده است، اما این برد ای را ببین، در راه خدا شهید شد. حال آنکه شهیدای احد خداوند آتش جهنم بر بدنشو حرام گردانده است. مثل اسیریم ها بودن مثلا که یک مدت به تعصب به همون دین جد اجدادی خود استوار بدن و نمیخواستن که دین اجدادی خیش را ترک کنن، اما بعدا از بس که با مسلمان ها کینه نداشتن، کدورت نداشتن، یکان بدبینی نداشتن، آیسته آیسته خداوند قلبشون نرم کرد. اخلاق حمیده پیغمبر از پیش دیدن که چخیل اسلام مردم مدینه را دیگرگون ساخت، دشمنای جانی و قتال چخیل به دوستی همدیگر مبادل شدیم، آیسته آیسته اسلام را قبول کردن. اما یک ایده دیگر در همون نفاقش باقی ماندن. یک نفر بود از اوس، او نام ابو رافع، نام اصلی این شخص عبدعمر است، عبدعمر ابن سیفی. در میان قبیله خودش با تخلص راهب معروف بود. راهب شخصی را میگن که از تنعم دنیا صرف نظر کرده و بسیار عبادت میکند، گوشنشین است. این بدگهر وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه آمد، از بس که همون دوستی بین اوس خزرج نمیخواست، در دلش کینه و کدورت نسبت حضرت صلی الله علیه و سلم بود، دیگر تا به توان استقامت در مدینه را نداشت. مدینه را ترک کرده به مکه گریخت و مردم قریشی ها را تشویق ترغیب زیاد میکرد برای جنگ بر ضد مدینه، بر ضد مسلمانان مدینه. در هنگام جنگ احد اندک پیشتر بتوزیم، این بدگهر ابو رافع همراه قریشی ها، همراه مشرک های قریش به جنگ آمد به دیار خودش. در روز اول جنگ در ابتدا اول همو حبشی ها را پیش راندن تا با سنگ های منجنیق، با همو نیزچه های خورد چو دراتیک میگن، جنگ با حربه هاشو جنگ شروع کنن. و این ابو عامر همراهشون پیش بر آمد. با قریشی ها گفت که حالی مردم ما اگر ما را بشناسن، من در بینشون بسیار احترام زیاد دارم، شاید یک گروهش به طرف ما جالب شوند و بیایم به ما پیوندن. به همین گمان باطل در میدان جنگ خارج شده، اعلام کرد که هی اوسی ها، شما مرا میشناسید، من
ابو عامر راهب هستم. گفتن بلکه تو خدازده فاسق هستی، تو ملعون فاسقی، لعنت خدا بر تو باد. ما شرم داریم که تو خط اوسی بگوی، تو از اوس نیستی، گم شو. دید که وضعیت بسیار بد است، خفا گشت. حضرت صلی الله علیه و سلم او راهب فاسق نام کرده بود که او راهب نیست، فاسق است. کسی از دین خدا میگریزد او چی نام میتواند راهب باشد؟ گفت مردم من دگرگون شدین در این سالی که من اینا را ندیدم. یکی دیگر از همون شخصایی که نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم کینه و کدورت زیادی داشت عبدالله بود. عبدالله ابن ابی ابن سلول، سرور منافقان مدینه. عبدالله ابن ابی یکی از سرورای قریش بود، رهبر قریش بود. بعد جنگ بعاث وقتی که خونریزی به حد زیاد شد، وقتی که مسلمانو وقتی مردم مدینه به خونه و در ماندن، احوال بد شد، جوان مردا و شیر مردای دو قبیله کشته شدن. از همین خاطر بین اوس خزرج یک مشمش میرفت که یک شخصی را رهبر تعیین کنیم برای هر دو قبیله که همین جنگ نزاعها خاتمه یابند. از میان همه مردم عبدالله ابن ابی ابن سلول اختیار کردن. اوس خزرج هر دو بر رهبری و به قیادتش حتی رضایت دادن و یک تاج در شام برای همه عبدالله ابن ابی سفارش کردند. تاج پادشاهی میخواستن پادشاهی مدینه کننش، اما کار رنگ دیگر گرفت. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در این بین مردم مدینه منوره را به اسلام دعوت کرده، اونا انصار خدا شدن، مسلمان شدن. عبدالله ابن ابی دید که دیگه اون موضعی که داشت، او آبرو و عزتی که داشت الحال ندارد. دید که همون مردم خزرج که او قدر احترامش میکردن دیگر آخه ایره به خاک پای رسول الله صلی الله علیه و سلم برابر نمیکنن. از همین خاطر منافقانه دین اسلام قبول کرد، کلمه شهادت به زبان راند، اما در قلب باور نداشت، کینه و کدورت نسبت حضرت صلی الله علیه و سلم داشت. ولی ما میگیم رهبر منافقان، یا وقتی میگوییم که منافقان مدینه کسانی هستند منافقا، حضرت بیایید راه بکشوی. خدوم حضرت ایشان مفتی را و مسجد جامعی به نام عمر ابن عبدالعزیز خیر مقدم میگوییم. حضرت واقعا باری اول است که به مسجد ما تشریف آوردن و از درگاه خداوند رب العزه براش تمنیات بهترین آرزو میکنیم که خداوند سعادت دارین نصیب و روزش گرداند. انشالله جمله من نقطه‌اش میگذارم و بعد بلنگویا که در دست ایشان مفتی میتیم، از بس که باری اول مسجد ما اومده است انشالله تبرکاً صحبت چند همراه ما انجام دهد. گفتیم که عبدالله ابن ابی ابن سلول اگر چند ظاهرا ایمان آورده بود، اما نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم و نسبت مسلمانان کینه و کدورت زیاد در قلب داشت. در کتب حدیث و در تفاسیر آمده است بار رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه چند نفری از بنی خزرج صحبت میکردند. ببخشید عبدالله ابن ابی صحبت میکرد با هم قومای خودش، با هم اهل قبیله خودش. در این حالت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای خری سوار آمدند. حضرت یک خری داشت با نام یعفور. محبت مسلمانان را ببینید که حتی نام خران و نام اسبها و نام خشیرهای و نام شتران حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم را در تاریخ ثبت ساختند و در قلبهاش حفظ نمودند. آمد حضرت به اینا سلام علیه کرد، احوال پرسیشون میکرد که همه وقت خر شاشه انداخت، پیشاب کرد. عبدالله ابن ابی که منافق بود به هر راه و وسیله میخواست که یک نشه با وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم خلاند. گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم تا عیش ما را منغص کردی، در این مجلس ما خوشبو کرده ایم، خدمونا مشک زده ایم، کافر زده ایم
و تو این خری به ادب آوردی، خر پیشاب انداخت، بوی پیشابش همه را فرا گرفت، به نیامون سوخته گرفت. همین وقت حضرت عبدالله ابن ابی رواحه که یکی از همین خزرجی ها است، از گریبان سردار قبیله شو از عبدالله ابن ابی گرفت، گفت تو بدبختی منافق چی گفتی؟ قسم به خدا گفت بوی پیشاب خری رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما از بوی مشک عنبری تا هزاران مراتب گواراتر است. سبحان الله. از این خاطر عبدالله ابن ابی موضع را میدانست که اگر اسلام نیارد همون آبرو و عزت اندکی که دارد در میان قوم همون را از دست میدهد. از همین خاطر اسلام آورده بود به ظاهر، اما در باطن کافر بود، یعنی منافق بود و یک گروه هم همراهش بود که تا زمان آخر حیاتشان از نفاق دست نتافتند. حضرت صلی الله علیه و سلم منافقا را میدانست، اما در میان مردم آشکار نکرده بود. از میان صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط یک نفر بود که همین منافقا را نام به نام میدانست، از رسول الله صلی الله علیه و سلم دانسته بود. حذیفه ابن یمان که با نام صاحب سیر رسول الله صلی الله علیه و سلم در تاریخ ها ذکر شده است. این بود احوال مشرکین، یعنی طبقه دیومی که در مدینه منوره سکونت میکردند. اگه درباره طبقه یهود انشاءالله اگر خدای تعالی امکان دهد هفته آینده از همین موضعی که صحبت خود قطع کردیم باز صحبت ادامه خواهیم داد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. الحال ایشان مفتی را دعوت میکنیم که تبرکانه یک چند صحبتی به ما و شما انجام دهند. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران اهل اسلام و نمازگزاران محترم، قبل از همه از خداوند عز و جل تمنا نماییم و التجا کنیم که امروز روز اجابت دعا و روزی سعید و مبارک است و ما و شما در این روزی سعید و روز مقدس در مکان مقدس قرار داریم و برای وارد شدن به این مکان مقدس طبق سنت پیغمبر علیه السلام باید هر نمازگزاری که داخل مسجد می شود باید قبل از داخل شدن، هنگام داخل شدن باید بگوید بسم الله و صلاة و سلام علی رسول الله، اللهم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی به نام اون خداوند بزرگ و درود و صلوات بر پیامبر گرامیش. ای بار خدایا، اللهم افتح لی ابواب رحمتک، ای بار خدایا درهای رحمتت را برای من باز کن. برادران عزیز، چرا این سخن را میگوییم و به خاطر چی پیامبر علیه السلام گفت هنگام داخل شدن، وارد شدن به مسجد این دعا را بگویید؟ چرا که ما برای عبادت کردن داخل می شویم و مادامی که برای عبادت کردن داخل می شویم، عبادت پاک و مقدس است و نور و برکت است. پس اون نور و برکت قلب پاک و مبارک و بی آلایش می خواهد. اگر قلب را پاک نکنیم، قبل از داخل شدن این دعا را نگوییم و با غرض و با هدفهای اگر وارد شویم، اون پاک در این ناپاک نتیجه نمی دهد. هر پاکی که بالای این پاک قلب ناپاک بیاید، ناپاک می شود و نتیجه نمی دهد.
پس عبادتی که پاک و مقدس است نور است. قلبی که اگر سیاه باشد، در اون غرض باشد، در اون فکرهای ناسزا و ناگوار باشد، پس اون پاک در این ناپاک می شود و نتیجه نمی دهد. و در خداوند عز و جل می گوید استعیذ بالله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون. نماز به درستی از تمام بدی ها انسان را دور می دارد. ان الصلاة تنهى بتعداد تأکید، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، از تمام رفتار و گفتار بد و خصلت‌های زشت بدی که در قلب انسان هست، منمنی، خودخواهی، خودبینی، کبر، غرور، فتنه، دروغ، فتنه انگیزی، گروه بازی، تفریق انگیزی. اشترا که دوملا از احوال منافقان صحبت کردند که مقصدشون هم در جامعه مردم را به گروه ها تقسیم کردن بود و صفوف مسلمانان را پراکن کردن بود. میخواستند پراکنده کنند. مقصد یگانه منافقین چنین بود. پس اگر در دل خودخواهی و خودبینی و کبر و غرور باشد، اون نماز قبول نیست. درست است اجراعات می رود اما تأثیر نمی کند. حالا تصور کنید که یک ستیل آب زلال که چقدر گوارا برای نوشیدن است، اگر یک قطره سوزشواری خود بنزین خود سلرکه اگر چکد، اون ماهیتش را اون آب گوب میکند، نوشیده نمی شود. پس این قلبم به مانند همون است. برای همین هم پیغمبر علیه السلام میگوید اگر در قلب ذره از کبر باشد، داخل جنت نمی شود. در قلب اگر ذره از کبر داشته باشد انسان مسلمان، داخل جنت نمی شود. پس اگر دل سیاه باشد، در دل داغها باشد، فرق نمی کند کجا می رود، چی می کند، چی می خواند، چی نمی خواند، هیچ تأثیری نمی کند. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. پس به تحقیق نماز انسان را از تمام بدی ها، از تفریق انگیزی، از کبر و غرور، از بدی ها، از زنا، از فحش، از فاحشگی، از تمام کاری بد دور می دارد. اگر در صورتی که با قلب پاک گذارد، اگر در صورتی که با معنویات پررنج، با معنای پررنج نماز را ادا کند، و الا تأثیر نمی کند. در این قلب اگر خدای نکرده اون قلب ناپاک باشد، اشتری که میگن خر عیسی را با مکه بردند آمد هنوز خر باشد. اگر هر روز هم که در داخل مسجد هم باشد قلب ناپاک باشد، هیچ سودش نمیکند. اون حدیثی صحیحی هست که همیشه به نماز روزه مشغول بود. بعد گذشتنش پیغمبر علیه السلام گفت در جهنم است و صحابه در حیرت ماندن چگونه یک انسانی که همیشه با نماز و با روزه مشغول بود باز جهنم برود. و رفتن پرسیدند، انیق کردن، دقیق کردن که انسانی بود که همیشه در بین مردم تفریقه و آزار میداد مردم رو و همسایگان رو. پس خصلت زشت و اون کینه و کدرت و اون سخنچینی و تفریقه انگیزیش بینید که سبب شد که نماز عبادتش شفاعتش نکرد. و الا باید هر عمل صالح انسان را صاحبش را باید شفاعت کند. هر عمل صالح انسان و صاحبش را حتمی شفاعت میکند، اما با قلب پاک باشد. برای همین پیغمبر علیه السلام میگوید که وقتی که وارد میشوید بگوید اللهم افتح لی ابواب رحمتک، ای بار خدایا درهای رحمتت را برای من باز کن. درهای رحمت در صورت باز میشود که قلبها را پاک کنیم قبل از گفتن این یا قبل از وارد شدن به مسجد. اما در مسجد وارد شدن بخواهیم که گروه بازی کنیم و تفریق انگیزی کنیم و پریشانی بیاریم و پریشان حالی بیاریم و در بین مسلمانان را پریشان کنیم و هرگز اون عبادت قبول نیست. برادران عزیز،
هیچ منفعت هم نمیکند، هیچ فایده هم ندارد. پس باید با قلب پاک وارد شویم به این مکان مقدس. پس قلب پاک باشد، عبادت پاک است، نور بالای نور می شود. نور علی نور، یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. نور بالای نور است و خداوند هدایت میکند به سوی نورش. و یضرب الله الامثال للناس، و خداوند مثال میزند، ضرب المثل میزند برای بندگانش. و یضرب الله نور علی نور، یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. اما خداوند از همه حالت، از قلب و از ذهن و از فکر و از عمل و از تمام فکر و اندیشه و رفتار و گفتار و عمل ما آگاه هست. چرا در اخیر این آیت چنین گفت؟ چرا که بسا فکر اندیشه های داخل داریم، خدای نکرده. البته خداوند همه ما و شما را از این مرض و از این بیماری ها و از این مصیبت دور نگه بدارد. اما وجود دارد، متاسفانه وجود دارد، میبینیم، دیده ایستاده ایم. ما همین ماه اخیر قریب 2-3 سفر داشتیم دولت های خارجی و برادران هم شوخی کردن که سفرها در خارج زیاد شده است. ما گفتیم مردم ما پیش از رمضان معرکهشون زیاد می شود، از پیش رمضان از گفتم معرکه زیاد می شود. در دولت های عربی هم پیش از گرمی معرکه همون مؤتمر و کنفرانس ها و مجلس هاشون هر چیز زودتر میگذرونن تا اینکه پیش از آمدن گرمی ها. میبینیم برادران عزیز، ما در منبر پیغمبر علیه السلام نشستیم، جای هزل و شوخی نیست، اما واقعیت است. چطوری که گفتیم که خداوند میگه مثال میزنم تا اینکه برای مردم آشکار شود، یا اینکه چطوری که مقال است میگن که مثال مسئله رو روشن میکند. در همین سفرها دیدیم برادران عزیز، خصوصا اگر اهل علمشان متواضع و یک دیگر فهمی امت در بینشان باشد، در اون دولت خیر و برکت است. همه مردمی را دیدیم که متواضع و هم دیگر فهمی و دوستی و رفاقت و دوستی و محبت و اخوت برادری هست. ببینیم چقدر خیر و برکت است در اونجا، چیزی که به چشم دیدیم. اما جایی را دیدیم که اهل علمش از اهل علم شروع کرده تا پایان همه کبر و غرور. ببینیم در اونجا خرابی و در اونجا نزاع و در اونجا خون ریزی و در اونجا یک دیگر نافهمی و بدبختی ها جاری است. برادران عزیز، دوستی چقدر لذت دارد، محبت و اخوت چقدر لذت دارد. با همسایه دوستی داری، هر وقتا که از در میبرای همسایه را میبینی چقدر لذت، به اختیار تبسم بروید، در چهره تبسم میآید و در آغوشش میگیری هر وقتی که ببینی. چند باری هم که ببینی، چقدر زیاد دیدی همونقدر زیاد خوشنود و خرسند و چهرهت کشاده می شود و قلبت روشن می شود. این نتیجه دوستی است. اما خدای نکرده با نفری اگر نزاع داری یا دشمناگری داری، هر وقت که می بینی چهرهت تاریک می شود، تیره می شود، قلبت سیاه می شود، طبیعتت خیره می شود، روزت همون روزت سیاه می شود. این کثافتی و بدبختی دشمناگری است. برادران عزیز، برادران اهل اسلام، چطوری که دوملا واقعا هم سرخطیب یا امام خطیب این مسجد یکی از علمای شناخته جمهوری هست و البته باید تمام مسئله ها صحبت میکند با شما. من بار اول از صحبت دارم، من میخواهم که از نتیجه اون سفرهایی که هست و اون تجربه و اون چیزی واقعیه که به چشم در روی زمین میبینم، دیدم، میخواهم برای شما نقل کنم. انشاءالله فرصت های آنده کدام بحث های موضوع معین انشاءالله صحبت خواهیم کرد. برادران عزیز، هر جای دیدیم که نفاق و تفریق انگیزی و گروه بازی هست، در اونجا بدبختی است. در اونجا نه خیر است نه برکت، نه دوستی است نه محبت، نه آرامی است نه آسایشتگی.
اما هر جای دیده محبت و اخوت و برادری و دوستی و تواضع هست، در اونجا تمام خیر و برکت و تمام صمیمیت و قدردانی و احترام هست. مثال میارم، اشتباهی که گفتم مثال مسئله رو روشن میکند. برادران عزیز، به فکرم وقتی ما خیلی کم است. دو عائله که پدر و مادر و فرزندان همه با یک دیگر فهمی صمیمی و دوستی صمیمی و احترامی واقعی زندگی میکنند. پس میبینید پدر با مادر و فرزندان همه در گرد اطراف جمع آمدند و یک زندگی آسوده و فرزندان هم تربیت شده، یکیش در یک ساحه، یعنی فرزندان در ساحه‌های گوناگون همه تربیت شده و یک زندگی آسوده هست. همه همسایه آرزو میکنن ای کاش عائله من و فرزندان من به مانند فرزندان فلانی باشد. آرزو میکند انسان و افتخار میکند اون اهل عائله، خب پدر باشد، خب مادر باشد، خب فرزندان و برادران خواهران باشند. افتخار میکنند که الحمدلله ما عائله از همه جهت پررو و کامل داریم. و دیگران هم اگر مثال بزنن میگن که فرزندم ببین فرزندای فلانی رو ببین به مانند اونها باش، چقدر دوست، چقدر با محبت احترام در بینشان و دوستانه و با یک مهر و محبت تمام آسایشتگی زندگی در اونجا جاری هست. از اون بآموز. اما در مقابل این باز عائله‌ای هست که پدر یک طرف و مادر یک طرف و فرزندان چند طرف، یکیش غارتگر و یکیش دزد و یکیش فاجر و یکیش فاسق و یکیش دیگر و از همه جهت ناقص و کوتاه و کم. وقتی که ما اگر بخواهیم نصیحت کنیم میگیم فرزندم و مانند فرزندی فلانی نباش، و مانند اون گمراه نباش، و مانند این اون و آن دیگر نباش. از اون حذر میکنیم. برادران عزیز، من همچون مفتی جمهوری تاجیکستان میگویم همیشه کوشش کنیم از نزاع و از کبر و غرور و از خودبینی و خودخواهی و از گروه بازی ها دست بکشیم که تمام بدبختی ها در همین است. عائله این یک شکل خوردی حکومت دولت است و حکومت یک شکل بزرگ عائله است، هیچ فرقی نمی کند. و هرگز شکرانه رو فراموش نکنیم که قبل از استقلالیت در تمام جمهوری تاجیکستان همگی 8 مسجد بود. امروز زیاده از 5000 مسجد است الحمدلله. و مسجدها رو ببینید که با تمام شرایط و اون 8 مسجدی که بود همه شما شاهد هستید. ما وقتی که می‌خواستیم نماز عید بخونیم 150 کیلومتر می‌رفتیم تا اینکه نماز عید رو با جماعت بخونیم، چرا که دیگر مسجد نبود. امروز الحمدلله چنین شرایط آمده است. آرامی رو هرگز فراموش نکنیم برادران عزیز. دوستی و محبت، دو بنده که اگر با هم دیگر دوستی دارند خداوند را خوش می‌آید از دوستی بندگانش و خیر و برکتش را می‌افزاید. در جامعه‌ای که دوستی و محبت یکدیگر فهمی باشد خداوند را خوش می‌آید و خیر و برکتش را می‌افزاید. در جامعه‌ای که ناآرامی باشد، نزاع باشد، از اون جامعه خیر و برکتش را می‌بردارد پروردگار و غضبش را می‌فرستد. اون روز در یک کتاب خواندم، یادم برآمد، از یادم رفت. یک نفر میرود ضبط میکند یک جور، میگه شما کی هستید؟ میگه من غضب خدا بالای شما هستم. چگونه غضب خدا بالای ما شما باشید؟ تو همچون یک انسان غضب خدا بالای ما؟ میگه که شما که در بین خود نزاع کردید من غضب خدا هستم، خدا من رو فرستاد تا اینکه با شما غضب را یا که عقاب را بیارم. وقتی که در جامعه نزاع به وجود میآید عذاب خداوند اونجا میآید. برادران عزیز هرگز فراموش نکنیم. همیشه آرامی و آسایشتگی همین آرامی است که امروز ببینید این داخل این مسجد و آشیانه های دیگه بیرون همه صحنه پر از مردم است. این همین آرامی است، نتیجه آرامی است. سالهای بود که در مسجد 3 موی سفید برجامانده یا که 4 موی سفیدی برجامانده بود، دیگر هیچ کس نبود. شکرانه باید کنیم. هرگز شکر نعمت را می افزاید. استعیذ بالله ولئن شکرتم لازیدنکم، ادات تأکید.
ولئن کفرتم این عذابی لشدید، اگر شما شکرانه کنید من نعمتم را می‌افزایم. این آرامی نعمت است، باید به قدر این برسیم و نگذاریم که خصوصا جوانا با هر گروه‌های تندرو و هر گروه‌های بیگانه‌ای که می‌خواهند ناآرامی ما را ناآرامی بیارند بالای جامعه ما، که در جامعه ما نگذاریم که اونا چنین کنند. چرا که اون جوان است، نه منفعت خود را می‌داند نه منفعت دیگر را پروا دارد، نه پروای خود دارد نه پروای دیگران دارد. پس باید یک جای این همین است زندگی و جامعه همین است. اگر یک انسانی اگر ضرر دید تمام انسان ضرر می‌بیند. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر یک فرد جامعه را شما بالا برداشتید کمک کردید گویا که تمامی همون جامعه را شما زنده کردید. پس هرگز فراموش نکنیم و شکر این نعمت ها رو به جا بیاریم و همیشه در اندیشه باشیم چی گپ ها بود حالا چی شده ایستاده است، چی ناآسودگی چی بدبختی های بود. امروز الحمدلله از سرور دولت تا پایان همه مسلمان و همه در خدمت مسلمان ها و همه در خدمت مسجد ها و این مسجد ها هم به دست و به کمک شما و تمام افراد همین جامعه آباد شدگی هست. امام خطیب از کیسه خود نکرد از کاری، یا من نکردم از کیسه از جیب خود چیزی کرد. اگر کردیم به قدر و اندازه و کمی کردیم، اما این همه آبادی این از شما هست. پس مادامی که آباد کردیم آرامی را هم از دست ندیم. همیشه برای آرامی کوشش کنیم و در هر جامعه تکرار هم شود اگر نزاع و گروه بازی باشد در اون جامعه برکت نیست و از گروه بازی ها و از تفرقه انگیزی ها و از ناآرامی کنی ها باید همیشه در حذر باشیم و همیشه باید آرام نگه بداریم که تمام خیر و برکت در آرامی است. و خصوصا تجربه نشان داد دیده ایستاده ایم که دولت ها چقدر سوخته ایستادند. همین از روی گوناگون عقیدوی هست. الحمدلله گذشتگان ما و شما عصرها باز در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه بودند و من همچون مفتی جمهوری تاجیکستان این جمله رو میگویم و داملا همینجا نشسته است. در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه هیچ عملی وجود ندارد که دلیل شرعی نداشته باشد. حالا بعضیا ادعا میکنن این همه تهمت است، بهتان است. هیچ عملی وجود ندارد که یا که از آیت یا که از قرآن یا از اقوال صحابه یا که از دایره شرعی بیرون باشد. همه عمل در دایره شریعت و با دلیل شرعی است. برادران عزیز، به همین خاطر باید خورد جمع باشیم و با گفته بعضی غرضداران و بدخواهان فریفته نشویم. چرا که یک مذهبی و یک عقیدوی دوستی و محبت و اخوت و آرامی را میارد و گوناگون عقیدوی و گروه بازی ها دیده ایستادید که 40 سال یا زیاده از 40 سال باز همیشه خون ریزی است و هیچ آسودگی را نمیبینند، ندیدند. تا به حال نیست، آسودگی نیست، نه زندگی است، نه معنویات است، نه دین است، نه انصاف است، نه عدل است، نه آرامی هست. برادران عزیز، من همچون مفتی جمهوری تاجیکستان این جمله رو میگم که در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه تمام عمل با دلیل شرعیت شما آسوده باشید. با همین راه گذشتگان ما همه با رحمت پروردگار پیوستند و با مقصد رسیدند. این راهی هست که به جنت میبرد، هیچ کج کلیتی ندارد. و در اخیر از خداوند عزوجل تمنا کنم که خداوند عزوجل ما و شما و جمله مسلمانان را و برای ما و شما و جمله مسلمانان نور و معرفت و دوراندیشی و خیراندیشی و خیرخواهی را نصیب روزی بگرداند. خداوند عزوجل به فضل و کرمش و با عزت و قدرتش از تمام نفاق، از تمام بخل و بخیلی و کبر و غرور و بدبختی و نفاق و تفرقه انگیزی و گروه بازی ها در پناه به آلایش عصمت خود نگه بدارد. خداوند در بین ما و جمله مسلمانان اخوت و محبت و دوستی و قدردانی و یک دیلی و یک دیگر فهمی را نصیب روزی بگرداند که این سبب سعادتی بندگان و امتان است. پروردگار را برای ما نصیب روزی بگردان. پروردگار را از بین ما نفاق و کبر و غرور و اون خصلت‌های زشتی که رسوا کننده در این دنیا و آخرت است پروردگار را از بین ما ببردار که این سبب بدبختی ملت ها است. پروردگار را از بین ما ببردار. پروردگار را برای ما و جمله مسلمانان علم نافع و عقل و
روح و روان سالم نصیب روزی بگردان. پروردگارا برای ما و جمله مسلمانان دوراندیشی و خیراندیشی و خیرخواهی را نصیب روزی بگردان. پروردگارا در این روز جمعه گذشته های ما را رحمت و مغفرت، که گذشته های ما